салому алайкум тамошобинони азиз. барномаи хабари таҳлили паём ньюз аст. дар студия шавкати муҳаммад бо шумо ҳастам. пеш аз оғози барнома як эълон дорам. аз санаи 16 июл шабакаи ютуби паём тв барои 2 ҳафта кор намекунад. моро маъмурияти шабакаи иҷтимоии ютуб аз нашри видео барои 2 ҳафта маҳрум кард. то 2 ҳафтаи дигар наворҳои моро дар шабакаи ютуби радиои паём ки аз душанбе то рӯзи ҷумъа ҳар ҳафта барномаҳои радиои мо дар он мустақиман пахш мешуд, шумо метавонед тамошо кунед. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳои имрӯза. ана шармандагӣ. одамрабоии сиёсӣ ё интиқоли ғайриқонунии мухолифини тоҷик аз хориҷ ба тоҷикистон дар расонаҳои хориҷӣ. сафири мо куҷост? муҳоҷирони дармондаи тоҷик дар сарҳади қазоқистон меафзоянд. ёбеду гиред. идораи беҳдошти замин ва обёрии минтақаи кӯлоб ғӯтавар дар ботлоқи қарз аст, аммо нақшаи кориро 108% иҷро кардааст. талаби шаҳобуддин шуҷоъ, пажӯҳишгари тоҷик, санаи таҷлили иди забонро аз 5 октябр рӯзи таваллуди президент ба рӯзи 22 июл баргардонед. тамошобинони азиз, мавзӯи имрӯзаи моро метавонам бигӯям ки давоми мавзӯи дирӯза аст. чун масъала доғ аст, мехоҳам чанд нуқтаи дигари ногуфтаро бигӯям. одамрабоии сиёсӣ ё интиқоли ғайриқонунии мухолифини тоҷик аз хориҷ ба тоҷикистон яке аз роҳҳои ҷинояткоронаи ҳукумати имомалӣ раҳмон ҷиҳати хомӯш кардани мухолифини муқими кишварҳои хориҷ аст. одамрабоии сиёсӣ интиқоли мунтақидони ҳукумат бидуни ризоияташон аз кишварҳои хориҷ ба тоҷикистон бо истифода аз зуру таҳдид ва фиреб буда, ин амал аз тарафи мақомоти тоҷик ба хусус мақомоти амнияти ва дипломатӣ нисбати даҳҳо мухолиф ва мунтақидони ҳукумат сурат гирифтааст ва сипас нафарҳои дуздидашуда ба солҳои тӯлонӣ равонаи зиндон шудаанд. одамрабоии сиёсӣ як ҷинояти тамомайёр буда, عاملان این عملهای غیرقانونی باید در نزد قانون به جزا کشیده شوند. ولی متاسفانه چنین آدمربایی از طرف مقامات قدرتی کشور صورت گرفته و گرفته ایستاده است که احتمال دارد علیه عاملان این عملها در سودهای بین المللی در آینده پرونده های جنایتی باز شود. اکثر موردهای دزدی مخالفین تاجیک توسط مقامات تاجیکستان از روسیه و کشورهای سابق شوروی به تاجیکستان صورت گرفته است. به طور مثال محمد روزی اسکندروف، سابق رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان، مقصود ابراهیموف، سابق رهبر جوانان برای احیای تاجیکستان، نعیم سمیف، معروف به دامولا نعیم جان، سابق رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت، مثل همین ها. بجز همین نفرانی که ذکر کردم، چندین نفر را حکومت تاجیکستان دزدیده به نام و نشان کم کرده است. به مثل احسان آدینایف، مشهور با سرافرازی عالم افروز، برادر بلاگر ویس‌الدین آدینایف که 5 سال است مقامات تاجیکستان او را دزدیده به نام و نشان کرده اند. برادرش ویس‌الدین و مادر مشتی پرش تا حال از او نشان می جویند. حالا وقتهای آخر باشد، حکومت تاجیکستان چشم سوی اروپا علا کرده است. شرافالدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، پناهنده نیدرلند را مقامات تاجیکستان از مسکو دزدیده برده بودند. اروپا، این شرافالدین گدایف پناهنده اروپا بود.
بعد دزدیده شدنش اروپا چنان قلمفوری سوزان ماند که تاب آوردن نتوانسته با دو دست ادب مقامات تاجیک شرافالدین گدایف را آورده به هواپیما سوار کرد و شرافالدین به اروپا بازگشت. قضیه شاولی زاده نشان داد که حالا هم حکومت تاجیکستان از او قلمفروهای سوزان توبه نکرده است. خر از یک آخور یم خورد، 100 سابچوب بزنی هم سرش را همان آخور بردن میگیرد. این حکومت ما خر را هم گذراند. حالا این شب روز 10 روزنامه و مجله های اروپا درباره استرداد غیرقانونی شاولی زاده می نویسند. حکومت استرالیا را محکوم به نقض حقوق انسان کرده ایستادند که چگونه به دست مقامات انتظامی یک کشور دیکتاتوری ظالم و خودخواه یک نفر جویاگری پناهندگی از این ظلم و استبداد را حکومت استرالیا سپرد. همین روز یک دوستم نوشته دیر استاندارد، یکی از روزنامه های با نفوذ استرالیا را به ما فرستاد که خود همین روز 17 ایول در مورد قضیه شاولی زاده زیر نام استرالیا باید تاجیک استرداد شده را بازگرداند خبری تحلیلی نشر کرده است. تا کنون زیر این مطلب مردم اروپا زیاده از 500 کامنت نوشته اند. زیاده از 500 کامنت. این روزنامه با نفوذ استرالیایی که روزانه حدود 600,000 نسخه فروش دارد می نویسد که دادگاه فدرالی استرالیا استرداد غیرقانونی این تاجیک 29 ساله را محکوم کرده از مقامات رسمی ضبط این کشور انتقاد کرده است که پرونده این پناهجوی تاجیک را از نزدیک بررسی نکرده اند. در ادامه همین مطلب آمده است این تاجیک یعنی شاولی زاده را در نظر دارند. گفته است که او در وطن خود تحت تعقیب و آزار و اذیت است، زیرا او یزغلامی می باشد. همچنین او متهم از طرف حکومت به منسوبیت به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است، حزبی که از طرف رئیس جمهور خودکامه امام علی الرحمن ممنوع اعلان شد که بر اساس داده های سازمان های حقوق بشر مثل هیومن رایتس واچ این یک اقدام گسترده توسط رهبریت اقتدارگرا و مستبد در دوشنبه صورت گرفت تا مخالفین و منتقدان را همچون جنایتکار معرفی کند. در خبر همچنین آمده است که کشور استرالیا طلب پناهندگی اول او را رد کرده و حلنامه دیپارتش صادر شد و شاولی زاده را روز 10 ژانویه سال 2020 برای دریافت حمایت بین المللی پناهندگی درخواست دیگری کرد و او می‌دانست که علیهش پرونده با 3 ماده تروریستی باز شده است و در صورت دیپارت او بازداشت خواهد شد، ولی این درخواستش نیز رد شد و نهایتاً به تاجیکستان انتقال یافت. نشریه می نویسد این اخراج غیر قانونی بود. چه طور دادگاه اداری فدرالی استرالیا هفته گذشته حکم صادر کرد. علاوه بر امور دیگر، دفتر فدرالی در امور خارجی ها و پناهندگی معلوماتی را نادیده گرفت که از طرف دفتر دادستانی عمومی ایزنشتاد در اخیر ماه ژانویه 2020 دریافت کرده بود. این دفتر گزارش داده بود که درخواست مقامات قضایی تاجیکستان برای استرداد شاولی زاده رد شده است. دلیل این بود که این درخواست یعنی درخواست مقامات قضایی تاجیکستان عمدتاً سیاسی است و بنابر این هیچ روند استرداد آغاز نمی شود. در همین مطلب آمده است که بر اساس گزینه اخیری معلومات از ماه مارس امسال گفته شده است که چطور ناظران بین المللی در انتخابات سال 2015 متوجه شدند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از پارلمان اخراج شده بعداً ممنوع اعلان شد. این روزنامه با نفوذ استرالیایی می نویسد بر اساس داده ها
رئیس جمهور امامعلی رحمان تقریبا تمام قدرت را در دست دارد و دستگاه‌های اجرایی، قانونگذاری و دادگستری را کنترل می‌کند. وقتی صحبت در مورد مبارزه با تروریسم می‌رود، سیستم قانونگذاری تاجیکستان فرقی را بین افراطگرایی غیر خشونت‌آمیز و خشونت‌آمیز قائل نیست. این جنایت سازی به این حد وسیع در سرکوبی مخالفین نیز عمل می‌کنند. همچنین اطلاعات در مورد نقض حقوق بشر مانند کشتارهای خودسرانه توسط مقامات زندان، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی وجود دارد. در ادامه مطلب آمده است که نتیجه دادگاه اداری فدرالی استرالیا تاکید می‌کند که حزب الله شاولی زاده نباید از ورود به خاک استرالیا محروم باشد و اینکه اداره فدرالی در امور خارجی ها و پناهندگی موظف است تدبیرهای را بیاندیشد تا شاولی زاده دوباره به استرالیا برگردد. وزارت امور داخلی استرالیا در وین میگوید که تصمیم دیپارت در زمان اخراج قطعی بود. بنابراین حزب الله شاولی زاده مجبور به اخراج شد. به گفته کارشناسان این وزارتخانه هیچ مبنای قانونی برای برگردانیدن او وجود ندارد، هرچند به او اجازه ورود به استرالیا داده شده است. اما روزنامه دیر استاندارد می نویسد دیدبان حقوق بشر می گوید استرالیا حداقل موظف است تلاش های دیپلماتی خود را برای اطمینان از امنیت شاولی زاده در زندان انجام دهد. مدافعان حقوق بشر از وضعیت تاجیکستان نگران هستند که رهبریت تاجیکستان بارها منتقدان در خارج از کشور را ربوده و یا اینترپول را برای بازداشت آنها استفاده می کند. در همین حال گریگور کلامر، ادوکات حزب الله شاولی زاده، خواستار این است که کشور استرالیا اعتراف کند که مسئولیت در قبال کارمندان خود را بر عهده دارد و فشارهای عمومی بر مقامات استرالیا برای بازگردانی شاولی زاده افزایش می‌یابد. اکنون تماشابینان گرامی، خودتان قضاوت کنید. محبت چاه و منصب آنقدر بوده است که یک رئیس کلخاز رئیس جمهور می شود، تمام دار و ندار کشور را از خود می کند. اگر کسی پیدا شد که بگوید های مردک منم از گوشه این دار و مدارها حق دارم، این میراث پدرت که نیست، حتما باید گوینده این گپها نابود شود و یا به سالیانی دراز پشت پنجره زندان رود. تا کی به همین غلام طبیب و سرخمی آرام و کک تن داده زندگی میکنی؟ ببخشید، در همین کشور با نام تاجیکستان منطق زندگی گم شده است. تا کی همین حال؟ تا به تمام نابود شدن دار و مدار ملت و تا نفر آخرین ترک وطن گفتم همین حالت رفتن میگیرد. تا کی ما مهاجر و کوچرو و گریزه و سرسان میگردیم و این حکومت دست به ترور ما میزند؟ تا کی؟ بیایید هموطنان در این باره هرچی زودتر بیاندیشیم و راهی حل یابیم. اکنون چند خبرها از رسانه‌های دیگر را همکارم عایشه محمدی گزارش می‌دهد. حدود 150 نفر شهروندان تاجیکستان که در ژبک ژالی سرحد بین قزاقستان و ازبکستان درماندند در مراجعت طلب دارند که سفیر تاجیکستان در قرقیزستان به نزدشان حاضر شده مشکل آنها را حل کند. در نواری که مسافران درمانده به پیام فرستاده‌اند دیده می شود که تاجیکان زیاد در سرحد جمع شدند. یکی از آنها می گوید که بارها به سفارت زنگ زدند ولی آنجا یا گوشی را نمی بردارند و یا وعده می دهند و نمی آیند. مهاجران می گویند که بین آنها زنان حامله و بیمار، کودکان و بزرگسالان نیز حضور دارند و در گرمی 40 درجه ایستادن آنجا برایشان طاقت فرسا شده است.
دو روز پیشتر در نواری که همین کاربران فرستاده بودند گفته میشد که حدود 100 نفر در سرحد جمع آمدند و 15-20 روز است که منتظرند. حالا از 150 نفر سخن می رود. ظاهرا شمار آنها هر روز بیشتر می شود. در همین ژبک ژولی ما جمع شدگیم قریب 150 تاجیک در 15 روزه اینجا نه خود و خوراک داریم، نه در خونه ها زنک‌ها در خونه برآمدن نمیتونن، هوا گرمه، ابرشین میکنیم. همین پسال ما در قزاقستان چند بار زنگ زدیم تلفن نمیبردارد، یا میگیم ما میریم یا نمیریم. عرض دادیم ما هیچ کی نرسیده. برادران ما یاردم کنین، ما به خونه از همین ژبک ژولی گذشته به خونه بریم التماس. همچنین در شبکه‌های اجتماعی نواری از جایی که زنان قرار دارند نشر شده بود. در آن دیده می شود زنی حامله در وضع وخیم قرار دارد. آدم زیاد قدر نداره. تاجیکستان فقط ما پول رای کنه، مهاجرا پول رای کنه، تاجیکستان دوست ندارن. تا کلونه ها مشکم کاراشتگی پیش بره، میگه اینشا بگو، هر کجا رای میکنه، نه کارت بود نمیکنه، پول نداری، تاجیکستان در تو سگ بارینی، سگ قدر داره. یک بردک نانی تاجیکستان یافتن نتونستیم که همه جا خالصدار شدیم. قبلا در همین سرحد بیش از 30,000 مهاجران تاجیک ازبک جمع آمده بودند و پس از گفتگوهای زیاد و توجه رسانه و جامعه شهروندی مقامات ازبکستان به آنها اجازه عبور و مقامات تاجیکستان اجازه ورود دادند. وزیر معارف تاجیکستان محمد یوسف امامزاده حسابات ناظرات دولتی سنجش صفت تعلیم نزد حکومت ازبکستان را که در آن 8 مکتب عالی تاجیکستان بر روی خط مؤسسه‌های تعلیمی نامعقول برای دانشجویان ازبک داخل کرده شدند غیر واقعی عنوان کرد. امامزاده ضمن نشست خبری گفت قرار همتایان ازبک نسبت به مکتب‌های عالی ما تحقیق بی انصافانه و غیر واقعی است. در قرار آنها قید شد که این دانشگاه‌ها در تاجیکستان عمل نمی‌کنند. این مؤسسه‌هایی میباشند که در سالهای دشوار برای کشور ما تأسیس یافتند. در همین حال او اظهار داشت که دانشجویان ازبک خواه ناخواه باز به نزد ما برای تحصیل می آیند. وزیر با تاکید گفت امروز با اطمینان گفته می توانم که دانشگاه‌های ما از مکتب‌های عالی منطقه ماندنی ندارند. تکرار میکنم این قرار غیر واقعی و مخالف سندهای بین المللی است، زیرا ما درباره اعتراف دیپلم‌ها سازشنامه بین حکومتی داریم. این رقابت ناسالم است. خواه ناخواه دانشجویان ازبک نزد ما برای تحصیل خواهند آمد. به عقیده امامزاده امسال صف دانشجویان کشور همسایه در تاجیکستان زیادتر می شود. محمد یوسف امامزاده افزود که مکتب‌های عالی ازبکستان همگی 10-12% ختم کنندگان مکتب‌ها را فرا گرفته، لیکن همه ختم کنندگان تحصیل را ادامه دادن می خواهند. تحصیل را در تاجیکستان خوش می پذیرند. برای آنها تمام شرایط را فراهم آورده نرخ‌ها را مطابق شرطنامه پستر کردیم. و فکرم امسال صف دانشجویان ازبک در تاجیکستان باز بیشتر می شود. سامانه پایک می نویسد اداره بهداشت زمین و آبیاری منطقه کولاب در قرض غوطیده است، اما دعوای قهرمانی دارد. این اداره به جای کم کردن همه ساله بر قرضهای خود می افزاید و امسال قرض آن به 12 میلیون سامانی برابر شده است. مسئولین این نهاد در نشست خبری به خبرنگاران اطلاع دادند که قرضداری خواجگی‌های دهقانی، کوپراتیوهای استحصالی و کشاورزان از اداره بهداشت زمین و آبیاری منطقه 1,264,155 سامانی را در بر می‌گیرد. طور امیرخان محسیدینов رئیس اداره بهداشت زمین و آبیاری منطقه کولاب اطلاع داد فقط قرض خواجگی‌های دهقانی ناحیه‌های فرخور و واسع بیش از 8 میلیون سامانی است. همزمان قرض خواجگی‌های دهقانی شهر کولاب به 820,260 سامانی برابر شده است و گفته منبع 70% مبلغ ذکر گردیده به خواجگی دهقانی میرسعید علی حمدانی جماعت دهات زیرک تعلق دارد. این هم در حالی که ساکنان میگویند که پول آب، انداز و دیگر خراجات را پرداخت میکنند و دسترسی به آب ندارند.
طبق اطلاع منبع خبر، اداره مذکور از برق، اندوز، آب، فوند حفظ اجتماعی و مزد مهنت در مجموع 1,264,000 سومانی قرض دارد. اینچنین 2,438,000 سومانی از اندوز، 7,749,000 سومانی از برق، 2,225,000 فوند حفظ اجتماعی، 414,000 مزد مهنت را اداره بهداشت زمین و آبیاری منطقه کولاب پرداخت نکرده است. در همین حال 50% تکنیک‌های کاری کار ناشایمند. طبیعی است که مسئولان چنین حسابات پیشنهاد می‌کنند که گویا مشکلی ندارند، در حالی که شکایت ساکنان روز از روز عاید به نارسایی آب پالیزی می‌افزاید. اما جناب محسودینوف افزود که نسبت به سال سپری گردیده 6,984,000 متر کوبی تامینات آب به کشاورزان زیاد شده است. از روی گزارش امیرخان محسودینوف، رئیس اداره بهداشت زمین و آبیاری منطقه کولاب، نقشه تازه کردن زهبور و زهکش‌ها 108% و پاککاری کردن شبکه‌های آبدهی 101% اجرا گردیده است. مگر این قهرمانی نیست؟ سوال می‌دهد مسئول نهاد. ولی گفته نشده است که در کدام جماعت و چگونه در حالت غوطه‌ور بودن به این قدر قرض هنگفت زمین آبیاری کردند و نقشه را زیاده از 100% اجرا کردند. معلوم می شود روی راست مردم فریبی می کنند و دروغ می گویند. شهابالدین شجاع، پژوهشگر، شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک، در یک نامه سرگشاده از رهبریت تاجیکستان و وکیلان هر دو مجلس پارلمان خواسته است که سنه تجلیل عید زبان را از 5 اکتبر به روز 22 ایول برگردانند. در نامه آمده است: جامعه می‌داند که اولین قانون زبان 22 ایول سال 1989 به تصویب رسید. سالهای طولانی مردم کشور این جشن مبارک را در سنه اصلیش 22 ایول تجلیل می‌کردند. ولی سال 2009 با ابتکار کمیسیون اجرایی قانون زبان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و با دستگیری مجلس نمایندگان به بهانه ناموافق بودن زمان تجلیل و گویا در رخصتی بودن مردم و گرمی هوا در فصل تابستان، این سنه تاریخی به روز 5 اکتبر که زادروز رئیس جمهور امامعلی رحمان است انتقال داده شد. این پژوهشگر تاجیک میگوید هنگامی به بررسی پیشنهاد نمودن لایحه قانون نوی زبان در مجلس نمایندگان از طرف رئیس کمیته علم، معارف و فرهنگ دادخدا سیمودینوف درباره به وقت دیگر انتقال دادن روز زبان اشاره شده است. ولی محض به 5 اکتبر یعنی زادروز رئیس جمهور امامعلی رحمان گذرانیدن سنه نوی تجلیل روز زبان چیزی گفته نشده است و این را از جامعه پنهان کردند. این عملی چاپلوسانه که به جز از خیانت به تاریخ ملت چیز دیگری نیست، تنها به خاطر خوشامد به بالا و حفظ کرسی و منصب معنی دیگری نداشت. اگر این نمونه روشن تملق و شخص پرستی که شما ضد آنها بارها گفته اید نیست، پس چیست؟ به این هم رئیس جمهور امامعلی رحمان به این کار احتیاج ندارد و عنوان و وظیفه‌هایش که در تلفظ آن ساعت‌ها صرف می شود از اندازه زیاد است. شهابالدین شجاع تاکید می کند که امامعلی رحمان به تصویب قانون زبان یگان مناسبت مستقیم ندارد. همه چیز را به نام یک نفر مربوط دانستن اشتباهی بزرگ است. این انعکاس دروغین تاریخ عاقبت‌های ناگوار و فاجعه بار دارد. با نظر داشت نکات ذکر شده و در آستانه سنه تاریخی روز زبان از شما احترامانه خواهش می نمایم که در برقرار نمودن عدالت تاریخی فارسی تاجیکی نامیدن زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و به سنه 22 ایول برگردانیدن روز زبان مساعدت نماید و به این وسیله احترام ملت شریف تاجیک را بجا آورید تا آیندگان از شما به نیکی یاد کنند. با همین برنامه امروزه ما به نهایت خود رسید. برنامه‌های دیگر ما در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت قابل دریافت است. خواهشمندیم هر رویداد یا حادثه را شاهد شدید لطفاً به نوار گیرید و ثبت آن را به رقم ما 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. پخش تگمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید. موفق و سربلند باشید. با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.
در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net